سوره نازیات یعنی فرشتگان گیرنده جان در مکه نازل شده است و از 46 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. والنازعات غرقا. الله سوگند یاد می کند به فرشتگانی که جانهای کافران را به سختی می گیرند. والناشطات نشطا. و سوگند به فرشتگانی که جانهای مؤمنان را به آسانی می گیرند. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. و سوگند به فرشتگانی که برای رسانیدن فرمان الله شناکنان و شتابان از آسمان فرود می آیند. و سوگند به فرشتگانی که بر یکدیگر سبقت می کنند در اجرا نمودن امرهای پروردگار. فالمدبرات امرا. و سوگند به فرشتگانی که همه کارها را تدبیر می کنند. یعنی جایز نیست برای آدمی قسم خوردن به غیر الله، زیرا چنین عمل شرک است. یوم ترجف الراجفه. که آن روز که نخستین نفخه قیامت که نفخه میرانیدن است زمین را بلرزاند. نفخه به معنای دمیدن در سور آمده است. تتبعها الرادفه. و نفخه دوم از پس آن بیاید، مردم از نو زنده خواهند شد. قلوب یومئذ واجفه. در آن روز دلهای کافران از سختی ترس در لرزه باشند. ابصارها خاشعه. و عذاب و دهشت‌های روز قیامت را مشاهده کنند، بر چشمانشان خاری و فرو افتادگی نمایان شود. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره. منکران روزی از نو زنده گردانیدن بعد از میرانیدن میگویند آیا ما به حالت نخستین باز میگردیم؟ أإذا كنا عظاما نخرة. آنگاه که استخوان‌های پوسیده بودیم. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. گویند این بازگشتی ما بازگشت است زیان آور. فإنما هي زجرة واحدة. پس تنها یک آواز بلند است. فإذا هم بالساهرة. و آنگاه آنان در زمین هموار صحرای قیامت می آیند. هل أتاك حديث موسى. ای پیامبر، آیا قصه موسی علیه السلام بر تو رسیده است؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. آنگاه که پروردگارش او را در وادی مقدس طوی صدا کرد، یعنی آن وادی در کوه سینا واقع است. اذهب إلى فرعون إنه طغى. به سوی فرعون برو که او در گناه از حد گذشته است. فقل هل لك إلى أن تزكى. بگو آیا تو را رغبت هست که پاکیزه شوی و با ایمان نفس خود را آراسته کنی؟ و اهدیک إلى ربک فتخشى. و من تو را به سوی پروردگارت راه بنمایم و تا تو بیترسی از او. فأراه الآية الكبرى. پس موسی به فرعون آن معجزه بزرگ عصا و دست را نشان داد. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. و فرعون پیامبر الله موسی علیه السلام را
دروغ برآورد و نافرمانی کرد. سپس پشت گرداند از ایمان و بر ضد موسی سعی و تلاش می کرد. فحشر فنادى پس همه اهل مملکتش را جمع کرد و ندا داد. فقال انا ربكم الاعلى و گفت من پروردگار بزرگ شما هستم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى پس پروردگارش او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بیگمان در این کردار فرعون و آن عذابی که بر وی نازل شد پندی بزرگ است برای کسی که از الله می ترسد. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ای آدمان، آیا آفرینش شما سخت‌تر است یا آفرینش آسمانی که الله آن را ساخته است؟ رفع سمكها فسواها بلندی آن را برافراشت و آن را استوار کرد. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها شبش را تاریک کرد، به فرو رفتن آفتاب و روزش را روشن کرد به برآمدن آفتاب. والأرض بعد ذلك دحاها و بعد از خلق آسمان زمین را پهن کرد. أخرج منها ماءها ومرعاها و از آن آب بیرون آورد و چراگاه ها پدید آورد. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم و کوه ها را استوار ساخت برای فایده شما و چارپایانتان. از نو زنده گرداندن شما روز قیامت در نزد الله آسان تر است از آفرینش این چیزها. فإذا جاءت الطامة الكبرى چون این حادثه بزرگی قیامت در رسد، يوم يتذكر الإنسان ما سعى روزی که آدمی همه عملهای خود را از نیک و بد به یاد آورد وبرزت الجحيم لمن يرى و دوزخ برای هر فرد بینا آشکار و نمایان می گردد. فأما من طغى پس هر کی از حد گذشته باشد در کفر و عصیان وآثر الحياة الدنيا و زندگی این جهان را بر زندگی آخرت اختیار کرده باشد، فإن الجحيم هي المأوى بیگمان جهنم جایگاه است. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اگر هر کس که از ایستادن در برابر پروردگارش ترسیده باشد و نفس خود را از هوا و هوس باز داشته باشد، فإن الجنة هي المأوى پس بیگمان بهشت جایگاه است. يسألونك عن الساعة أيان مرساها ای پیامبر، تو را مشرکان تمسخرآمیزانه از قیامت می پرسند که چه وقت واقع شود. فيما أنت من ذكراها از واقع شدن آن تو را چی خبر است؟ إلى ربك منتهاها بلکه آگاهی از زمانی برپاشوی قیامت به پروردگارت است. إنما أنت منذر من
يغشاها تو تنها بیم دهنده کسی هستی که از قیامت می ترسد. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها روزی که آن را ببینند از حول قیامت بیندارند در این جهان فقط یک شامگاه یا چاشتگاه ایستاده اند. شما ترجمه معنای سوره نازعات یعنی فرشتگان گیرنده جان را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 46 آیت عبارت است. این تنها ترجمه معنا است و از استفاده قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است.